با وجود آنکه که وزارت بهداشت از پیدایش موج دوم بیماری سیرویتی کرونا کووید 19 در جمهوری تاجیکستان خبر داده و اهالی را آگاه نموده است که به نقاب محافظتی به کوچه نبرایند در جایهای جمعیتی فاصله اجتماعی را نگاه دارند، ولی نمیدانیم سبب چی باشد که اهالی شهر دهاتی پنجکین علیه گفته‌های بالا عمل می‌نمایند و فکر سلامتی خود و اطرافیان را ندارند. در کوچه اکثر مردم به نقاب گشت و گذار نموده و به بازار و مغازه‌ها که یکی از جایهای سیرآدم‌ترین در شهر است به ملال رفت و آمد می‌نمایند. داخل نقلیات‌های مسافربر باشد از معیار زیاد مسافر بوده و اکثر آنها به نقاب محافظتی اند. نفرانی که نسبت به سلامتی خویش مسئولیت حس نموده و به نقاب محافظتی به کوچه نمیبرایند، نگران از به نقاب گشتن دیگران دارند. سانگینو دلشاد، ساکن شهر پنجکین. من همین را گفتنی هستم که در شهر پنجکین نسبتی بیماری کرونا ویروس مردم بی‌پروایانه رفتار کرده هستند. ما چه شکلی می‌بینیم اینا به نقاب‌های محافظتی گشته هستند. من مراجعه میکنم به شهروندان پنجکین که مردم چه که تربیت بدن فرض است، سلامتی انسان هر کس خودش دکتر خودش است، طبیب خودش است. البته باید که ما همین با قانون قاعده دولت که امروز برابر است که با نقاب گردیم رعایت نبایدتون. سلامتی هر یک شما در دست خود شما است. برای همین التماس میکنم من با نقاب‌هایتان گردتون هیچ جای نمیگیرد. کرای چم نیست، یک سامان برای سلامتی قیمت نیست. نمیدانیم سبب چی باشد که کسی به سلامتی خود و نزدیکان خویش فکر نمینماید. آخر یک نفر بیمار میتواند باعث سرایت یابی اهل خانه بگردد. امید بر آن مینماییم که اهالی شهر دهاتی پنجکین به سلامتی خود و اطرافیان خویش به اهمیتی ظاهر ننموده و از نقاب‌های محافظتی استفاده میبرند، زیرا احتیاط نصف حیات است. گزارش مرتبه رحمانوف و خیام جورایف برای برنامه اطلاعاتی پیغام.